خود شیخم، من شیخم، خود شیخم. مایه میاد قد شیخای شارجه، بده بره بالا پیکای پارچه. من شیخم، خود شیخم، من شیخم، خود شیخم، من شیخم، خود شیخم. مایه میاد قد شیخای شارجه. سلام بچه ها، امروز اومدیم ما یه ویدیو سم جدید. این سبک ویدیو رو، یعنی این مدل ویدیو رو یکی از دوستامون پیشنهاد داده. ما گفتیم خب چیکار کنیم، محتوا نیست، کانتنت نیست، بگیریم ببینیم چجوری میشه. خوشتون اومد که بازم میگیریم. داستان اینجوریه که ما میخوایم الان 2 رپر رو بیاریم بالا، بیفشون رو واسهتون گزارش کنیم ببینیم چجوریه. به عنوان اوله، چون اولین باریه که این کارو میکنیم، میریم سراغ 2 گنده گولاخ، ملتفت و جوهر، یا بهتره بگیم حسین و فدایی. آره، حسین ملقب به آیت الله وصل الدین اتاق فرمان گفتن که میگیرن اون، باید بگیم آیت الله وصل الدین حسین، برادر حسین. و نچسب اعظم آیه فدایی. چرا نچسب بالا لقب دادیم؟ واسه این که نه اینکه فکر کنید تو چون نرو یارو، نه، واسه این که همه رو بس میدونه غیر خودش. معروف گارسون، البته خب با پول کارگری بچه پایین مده، پول کارگری رستوران رو خریده. میگن، ما که نمیدونیم، حالا شاید شعر میگن، شاید راست میگن، ما نمیدونیم. آقا بعد 10 سال هیچ کس میاد یه آلبوم میده. همینجا به هیچ کس تبریک میگم، از زنش جدا شده جدیدن. داداش آزادیت، حلالت. مجاز میده بیرون. توی یکی از ترک‌های مجاز به اسم آهنگه این بود که تو کجا بود. حرفش هم منطقی بود. آقا وقتی یارو رپ کن مثلا خلصه و نمیدونم فدایی و پیشرو و ساسی کستنگ و چیز مانکن و حسین و تتل و فلا اینا رو همه رو داد بیرون، اینا خودشون رفیقای بود، ایچیاس بودن. به خاطر ایچیاس یارو خودش داره میاد پیشرو مثلا میگه من به خاطر ایچیاس میخواستم برم فلان کارو بکنم. ایچیاس بود نه بیا کنارش آهنگ رپ هم ادامه بده فلان میسار. رپو گفت. خلاصه یه قطب اصلی هیچ کس بود اون موقع. واسه همین گفت آقا تو کجا بودی وقتی من رپ کن میدادم بیرون؟ تو کجا بودی؟ اینو میده بیرون و بعد چند وقت بیبال، یکی از استعدادهای جوهر که به نظر من خود حسینه، یه چوسه صدا رو عوض میکنه که بیاد کسشر بگه، دیریل بخونه فلان، سبک جدید با رپرهای نونیم و چی میگن زیر دستش بیف کنه. بیبالو میده بیرون. حالا این نظر شخصی ما که مثلا هیچی از اون موقع شغال بود، کی بود اونو داد بیرون. آقا یه آلبوم میبنده بیبال که بونسترکش فیت با حسین بود، که بونسترک رو نمیدن بیرون. وقتی آلبوم میاد بیرون میگه چی حسین برو بابا بیا برو خودتو جمع کن طرف تو فلان میساد. بعد یه چند وقت دوزی کاره میاد بیرون. دوزی که کاره میاد بیرون، حسین میفهمه، میگه حاجی چه کنم چی کار کنم، تو منو نشناختی، تو بگو به کی به چی عشق منو باختی، کیر توش. حالا که پخش شد ترک رو میدم یوتیوب، حداقل 4 تا کسخل بیان نگاه کنم پول بده. البته ما که پولی در یوتیوب فعلا میگم باور نمی کنیم که یوتیوب پول میده، ولی خب این ایده رو داشت داد بیرون. آقا توی ترک 2 جا بیبال با یکی از لفظای حسین که دیس قدیمی ملتفت بوده میاد بازی میکنه. میگه چی؟ ببین عباس تیکه نناز، از عباس استفاده میکنه و ملتفت رو میزنه و اشاره مستقیم هم به تبکار که عضو قدیمیش بوده. میگه بگو چیه فاز،
تبکر رو بنگ، علی کاسبه هنو منتظر زنگ، علی قفو میگه. علی کاسبه علی قفو میگه. علی قف کیه؟ علی قف حاجی گنگ خارا مادر، تو اکباتان مواد میفروشه، نمیدونم میره بالا سرای جیدالو میزنن گروهی به گام میدن. خلاصه که علی قف خیلی آدم گنگ واقعی، دزدی میکنه خلاف فلان بسار، پرونده داره زورگیری. فدایی هم میاد چجوری میزنه، معروف ترین آهنگ فدایی از نظر بقیه به جز سیاسیاش، میاد میگه چی؟ ساحل فکرم باد میخوره پشت پلکم، یه همچی بیتی داره که میاد میزنه ساحل فکر دو کویر محضه، یه کویر محضه. آره اینا میزنه و حسین تو این ترک ورود میزنه با چی؟ بذار بهت بگم من کجا بودم که جواب تو کجا بودی هیچ کسه. بعد این فدایی میاد میگه حاجی دوباره این هیچ کس رو زد، عجب کسکشیه تو چونم نرفت. میاد یه فری استایل میده و میگه آقا با تیر میزنم تو رو با کیر، خم میشه میگه سوراخ چونو نشون میده میگه تیر خوردم فلان میسار. بعد حسین هم میگه بابا این عجب کسکشیه، ما هیچ کس رو میزنیم این خواهی مالا خون. میاد کسشیر میگه، میاد میگیره آقا یه فری استایل میده، از اونجایی که سری میده بیرون اصلا حوصله نره، یه دو سه تا سوتی ریزو، نه اینکه مثلا سوتی گنده، دو سه تا سوتی میده که فعلا میاد همونو دست میگیره، میگه که یه فری استایل دیگه میده. آقا این میخوابه. بعد یکی دو هفته دو سه هفته یه ترک میاد بیرون از فدایی به اسم بلیت، که حاجی این ترک با این که خار مادر چیز بود ولی فکر نمی کنم تو این یکی دو هفته جمع شده باشه. این حداقل 5 سال پیش یارو اینو نوشته، اگرم 5 سال پیش ننوشته باشه به قول استوری هیچی اصلا یکی دیگه واسه این نوشته، اگر نمیشه اصلا یه ترک به این خوبی بترکه کار یکی دو هفته نیست. الان فناشیان کامنت میذارن نه بابا کسشر نگو فلانه، هیچ کس گنده ملتفت وقتی یارو میاد میگه اینا کسشر مینویسن تکستشون رو واقعی مینویسن دیگه انتظار چیز خاصی نباید داشته باشیم. حسین هم آجی میبینه حاجی یارو یه 5 دقیقه ترک داد ما رو گاهید، میاد چیکار میکنه میگه حاجی بشه رک ببند میپردازم بهت. میاد یه ترک میده کیو 69 که دیسلاف خوندن فدایی رو میزنه و ذره میرینه به یارو، خلاصه که میرینه به فدایی. یعنی خدا وکیلی با ترک بلیت تنها کسی که میتونست جمع کنه حسین، یعنی ترک بلیت رو به هر کی دیگه میداد دیس یارو میکرد هیچ کی خایه بک دادن نداشت، ولی حسین داداش پیکنیکی لاپاشو داد بیرون و گاهید. تا اینجا ما میگیریم 2-1 فدایی. چرا؟ فدایی تو بلیت گاهید، با اینکه به قول خارجی ها گاست رایتر داشت، ولی خب آره 2-1 فدایی. آجی این دوتا ترک میاد بیرون کل رپ فورس میریزه به هم دیگه، اون میاد اون یکی رو میزنه، اون میاد اونو میزنه، میگه فدایی نمیدونم فلانه، این اصلا کسو کلک میگذره. اینم بگم که تای ترک کیو 69 حسین میاد میگه که مثل دامبیز کیرباز کامبیز دیرباز آدم عجی سوزوکی بازی در میاره، میگه دیگه دیسپدی هم به کیف و کفشم. یعنی چی داداشی؟ یعنی آقا دیگه برام مهم نیست، فاقد اهمیت کیفری، کس خودت. حالا فوش ندیم فناشون میان میرزن کس شیر میان.
آقا یه بعد 2-3 هفته دیگه فدایی یه 5 دقیقه دیگه ترک میده به اسم فوته و میشه گفت تقریبا فوته کریر حسینو میخونه و خودشو پشت مردم و این یارو کسخله کی بود صادق قایم میکنه که آقا مثلا تو با صادق رفیق بودی کیر زدی به صادق فلان بسار، ولی خب کس و شعر میگه، شاید هم حقیقت رو بگه، نمیدونم. حاجی بعد میبینن نه این کسکش آدم نمیشه، ما هم که گفتیم دیس بدی هم به کیر و کیف و کفشم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. ام جی میاد وسط میگه آقا ام جی مخفف مستر جوینت، حالا اون یکیشو نمیگم میاد دوسته میگن آجی بیا ترک بدیم، حالا مثلا تو با منی یه 2 تا تیکم میندازیم اوکی میشه کار جمع. آقا میدن میگن نه حاجی تو کونمون نرم کسیش 5 دقیقه کس شعر گفت با 2 تا تیکه جمع نمیشه. اپیکور کیرتو دیجیتال میاد وسط، امیر اپیکور کیرتو دیجیتال آره میاد وسط، میبینه که یه ترک دیگه میدن و 4 تا تیکه میندازن، اینجا تموم میشه دیگه. دیگه فدایی کریرش به گا میره. مثلا البته خارج اینجوریه و اینجا دیس میدن بدتر یارو ویو میگیره، یارو اونور دیس میده یارو میره تو گو دیگه در میاد، اینجا دیس میده از گو در میاد تازه ترند هم میشه یارو آره خلاصه که اینجوری و اونجوری میان بالا. از نظر من که 2-1 بخوام کلی حساب کنم 2 حالا دورم ولش، یکی چه فدایی 1.5 فدایی آره مثلا فدایی 1 میدیم به حسین نیم میدیم، ولی خب دفاع جانانه کردی. هر کی بود گفتم هر کی بود اصلا ببین میرید تو خودش بعد اون ترک، ولی خب حسین گنگه دیگه چیکار کنیم دیگه. آره به پایان اومد این دفتر، حکایت همچنان باقی است تا ما به پول برسیم. بله فکر نکنید با کسچر میگیم، شما باید نگاه کنی ساب کنی فلان کنی که چی داداش به پول برسیم، یه میکروفون کسچری بخریم، نمیدونم یه سیستمی جمع کنیم. واسه خودتونه همه این کارو واسه خودتون. من نمیفهمم حالا لایک کنی چی میشه، نگاه کنی چی میشه، والا به خدا. آره خلاصه که پول که نرسیدیم هنوز، میریم سر کار، کاری باری ندارید فلان بیساره. آره ویدیو قبلی هم که گذاشتم 14 دقیقه بود، بچه‌ها گفتم بیروه فلان بیساره. خواستم بگم وقتی ویدیو رو گرفتم روز دختر رو انقدر کادو دادیم خارشو گاییدم، این زید اون زید، این دختر اون نامزد اون فلان اون کراش اون کسکش، همه اعصابا کیری میری بود، موجودیمون به گا رفت. حالا خوبه اصلا هزینه خاصی هم نکردیم، اون نفر یه سرسویچی دادیم، ولی خب حاجیتون شیخ و کار در میاره. این عطرو خاص خودمونم که ساختیم یه حاجیتون شیخ میکنه بیبه. خدا نگهدار.